هولگر گرین سفیر آلمان در دوشنبه در همایش نقش سازمان امنیت و همکاری از مقامات تاجیکستان پرسید که مگر بجز از بازداشت و زندانی کردن افراد گمانبر به افراطگرایی راه دیگر وجود ندارد. این سوال سفیر باعث واکنش شدید مقامات گردید. من گمان میکنم که این طور مطرح کردن، این طور به میان گذاشتنی مسئله و نظری نمایندگان مقامات دولتی اندکی درشت می نماید و در باید صدا میداد درشت متقبل و تمام شخصانی که مثلا به سیگرو در جنگ‌های دیگر کشورهای خارجی و ایگی پیوستند در آنجا اشتراک میکنند نسبت آنها البته پرونده جنایتی گشوده شده است و اون شخصانی که اختیارا نمکه آمدن از کرداری کردهشان پشیمان هستند در ماده دفتری کودکس جنایتی اضافه وجود دارد که اگر اختیاران برگردن پشیمان شدگی باشند آنها از یاوهگیری جنایتی آزاد کرده میشن. مسئولان سازمان امنیت همکاری اروپا تاکید کردند که در مبارزه علیه افراطگرایی و تروریسم از نیروی انتظامی باید تنها در مرحله نهایی استفاده شود. کشورهای اروپا در این راستا از کدام اقدامها کار میگیرند و کیها را بازداشت میکنند ما به خوبی از وسایل اخبار عامه آگاه هستیم، ولی ما چون کشور مستقل و دارای نظام سودی خود عاید این مسئله دیدگاه خود را داریم. بر پایه معلومات شورای امنیتی دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تاکنون در کشور با قرار دادگاه 17 حزب و سازمان‌های افراطی فعالیتشان منع شده است. تنها در یک سال اخیر نزدیک به 1000 نفر با اتهام همدستی و هماندیشی با افراطگراها بازداشت شدند. در این نشست گفته شد مواردی جای دارند که جوانان برای ادای نماز و یا گمراه گشتن بازداشت میشوند و حالا فرصتی رسیده است که میان مفهوم افراطی ها و دینداران فرق گذاشته شود. مثلا برای نماز خواندن مسجد میرن یا اینکه بچه‌ای که اساسا ندانستن نمیشن این داشته میشن. بنابراین هم میگفتم که یک اندازه باشد، یک اندازه که متخصصی که اینها کار میکنه در حد یک اندازه خیلی معین باشد که فرق شود شخصی که در حد غیر رادیکال است و تروریست و اکستریمیست است از شخصی که در حد دیندار است یا اینکه اساسا ندانستن همین مسئله فرمان. با این همه مسئولان داستانی کل تاجیکستان میگویند با دستور رئیس جمهور کشور امامعلی رحمان استراتژی نوی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تهیه شده است که هدف آن محض به خاطر جلوگیری از پیروی به عقیده‌های افراطگرایی و تروریستی روانه گردیده است. با گفته این مسئولان حالا این استراتژی برای موافقه با نهادهای مختلف کشور فرستاده شده به زودی تصویب می‌گردد.